فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و بیننده در رابطه با این پرسن که امروزی که به قول معروف پیشرفت کرده، اگر کسی قرآن رو از روی موبایل، تبلت، از روی کامپیوتر بخونه و وضو نداشته باشه، نشسته باشه، دراز کشیده باشه بخونه، جایز یا نه باید حتما وضو داشته باشه و رو به قبله باشه؟ برای دست زدن به قرآن و تلاوت کردن قرآن بهتر و اولاتر اینه که انسان باید وضو، اگر واقعا قرآن را دست میزند، وضو بگیرد، که زیرا که قول اکثر علما این است که دست زدن قرآن بدون وضو جایز نیست. اما اگر کسی قرآن را از حفظ میخواند یا از روی مانیتور یا صفحه گیرنده و تلویزیون میخواند و زمزمه میکند یا از روی موبایل که هست و این نرم افزار را نصب کرده در موبایل خودش، هیچ اشکال شرعی وجود نداره. میتونه در حالتی که ایستاده، در حالتی که راه میرود، در حالتی که نشسته یا حتی حالت خوابیده خواندن قرآن هیچ گونه اشکال و ممانعت شرعی نداره، زیرا که الله متعال اون کسانی را که الله را در تمام حالات ذکر میکنند، یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، که در حالت ایستاده، در حالت نشسته و خوابیده الله متعال را ذکر میکنند، که خواندن قرآن بالاترین ذکر الله متعال هست. اینها و در واقع انسان‌های پرهیزگاری هستند که این صفات را الله متعال در قرآن برایشون ذکر کرده. پس بنابراین خواندن قرآن از حفظ یا از روی صفحه به اصطلاح موبایل باشه یا صفحه تلویزیون باشه، بدون وضو یا در حالت خوابیده، دراز کشیده، نشسته، در حالت راه رفتن، هیچ گونه اشکال شرعی نداره و جایز است.